توی این ویدیو تمرین 73 و 74 رو با هم تقدیم حضورتون میکنم و 75 73 74 75 تمرین بین سیمای سوم و چهارم هست. اولی 3 ضرب هست، ضرب چهارمی سکوت ر، سفید نقطه دار 1 2 3 4 سکوت 1 آرنج حرکت کنه بالا 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. تمرین شماره 74 دو ضرب اول برای نوت ر، دو ضرب بعدی نوت سول و میزان سوم ر و سول دوبل رو داریم. سعی کنیم از تمام آرشه استفاده کنیم. 1 2 3 4 1 2 3 4 حالا دوبل 1 2 3 4 آرشه چپ 1 آرشه عمود بر ویولون کشیده بشه از بین نره. حالا می 2 3 4 1 2 3 4 دوبل می و سول 1 2 3 4 آرشه چپ 1 2 3 4 فا دیز نداره کنار انگشت اول 1 2 3 4 1 2 3 4 فا و سول 1 2 3 4 آرشه چپ 2 3 4 می و سول. سول پایینی که دوبل گذاشته شده گرد هست، یعنی ما باید دو ضرب می و دو ضرب سول رو بزنیم طوری که صدای سول سیم چهارم هم بیاد. 1 2 3 4 حالا فا می 1 2 3 4 ر و سول 1 2 3 4 ر و سول 1 2 3 4 2 1 انگشت سوم روی سیم چهارم 1 2 3 و 4 هم سکوت. تمرین 75 نوت اول دو ضربی، دو تا نوت بعدی سیاه تک ضربی 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3. معذرت میخوام نوت میزان سومش عوض میشه 1 2 3 ببخشید 4 فا سول می سول دوباره دو ضربی 1 2 3 4 1 2 3 4 دو ضربی 1 2 3 4 1 2 3 4. با سرعت مختلف اجرا کنین. آرشه عمود بر ویولون کشیده بشه، روی گریف اشتباهی که بعضی از بچه‌ها دارن میاد این اتفاق نیفته و دست کامل بتونین حرکت کنه، باز و بسته بشه و از تمام آرشه استفاده کنین. امیدوارم که بزنین با سرعت مختلف بتونین خوب اجرا کنین.